سیاسی دارن و دیگه نمیشه گفت صرفاً فضای مجازیه، خیلی از مردم دارن به حکومت جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و حتی برخی از مردم میگن کاش آمریکا و اسرائیل بیان و بزنن این جمهوری اسلامی سرنگون کنن، ما رو از دست اینا نجات بدن. کسنت چه اتفاقی تو ایران افتاده که مردم هیچ اتفاق نیفتاده کسکش. ارتش خارجی متجاوزه، حالا توپق نزن. دارن دعا میکنن که ریدی مردم از دست جمهوری اسلامی نجات بده. جز اینه که حکومت با مردم کاری کرده که حتی بعضی از مردم حمله خارجی رو با همه خطراتش برای سرنگونی حکومت ترجیح میدن. آره دیگه، شما خارکستا رفتید خارج کشور دارید کسچر میگید. خطرناکه، ولی میگن بهتر از موندن جمهوری اسلامی. آره میدونن که جنگ کشته شدن و خرابی داره، ولی میگن مگه جمهوری اسلامی جای آبادی گذاشته که نگران خراب شدنش باشه؟ بیا اینجا تا بهت نشون بدم آباد کجا. کسکش. آرزو ای کاش میگن، حتما میدونن که تو جنگ نقل و نبات پخش نمیکنن. کس ننه تو پخش میکنن کسکش. کیرم تو ناموست. ببین من یه لورم، مادر اول و آخر تو شما رو شبکه اینترنشنال همه تون یه جا میگم. گوی هم نمیتونید بخورید، نه شما نه آمریکایی ها نه اسرائیلی ها.